خسته نباشه. چه خبر؟ کجا؟ سروران گرامی، درختی که مشاهده میکنید درخت توت، میوه بسیار شیرین و خوشمزه که وقتی میخوری بسیار احساس خرسندی میکنیم. از اونجا این درخت مال مردمه، انشالله که صاحبش راضی باشه، ولی چون شاخه هایش در درون جاده هست حلال است. نمیدونم اون حکیمی که اولین بار اسم این درخت توت گذاشت چرا گذاشت توت. از حکیم پرسیدم ای حکیم چرا اسم این درخت را توت نهادی؟